آداب اسلامی. آداب پوشیدن لباس. لباس نعمتی است که الله متعال به بشریت ارزانی داشته تا انسانها را از سرما و گرما محافظت نماید، عورت وی را بپوشاند، کرامتش را حفظ کند و بر زیبایی انسان بیفزاید. الله متعال می‌فرماید: والله جعل لكم مما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال أكنانا وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون. و لباسهایی برایتان فراهم نمود که شما را از گرما نگه می‌دارد و نیز لباسهایی برایتان پدید آورد که از شما در جنگ و نبردتان محافظت می‌کند. بدین سان الله نعمتش را بر شما کامل می‌گرداند تا تسلیم و فرمان بردار باشید. الله متعال دوخت و دوز و تولید انواع مختلف لباس را به انسانها آموخت تا با آن خود را بپوشانند و در مقابل حوادث از خود محافظت کنند. اما متاسفانه امروزه فرهنگ‌های غیر اسلامی در جوامع اسلامی وارد شده و حقیقت لباس را دگرگون کرده است، به طوری که نه تنها از لباس فقط برای خودآرایی و شهوترانی استفاده می شود، بلکه هر ساله و چه بسا هر ماه مدل‌های جدید لباس‌های غربی و شرقی به کشورهای اسلامی فرستاده می شود تا مسلمانان را از بلندای انسانیت به دره‌های عمیق شهوت و حیوانیت پرت کنند. کفار با این امور اذهان جوانان را درگیر کرده و حتی در لباس و حجاب اسلامی نیز تغییرات زیادی ایجاد نمودند تا تفاوت زیادی با نوع غربی آن نداشته باشد. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم می‌فرماید: دو گروه از دوزخیان هستند که آنها را ندیدم. نخست گروهی که تازیانه‌هایی چون دم گاو با خود دارند و با آن مردم را کتک می‌زنند، و گروه دوم زنان نیمه برهنه‌ای که لباس دارند اما در حقیقت برهنه‌اند و از راه درست و از مسیر اطاعت پروردگار منحرف هستند و دیگران را نیز به انحراف و فتنه می‌کشانند. موهایشان را مانند کوهان شتر برآمده می‌سازند. اینها وارد بهشت نمی‌شوند و بوی بهشت هم به مشامشان نمی‌رسد، در حالی که بوی بهشت از مسافت‌های بسیار دور احساس می‌شود. پس جا دارد در انتخاب لباسمان دقت کنیم و آن را با موازین شرعی تطبیق داده و آداب مربوط به لباس پوشیدن را رعایت نماییم. آداب لباس پوشیدن عبارتند از: 1. بسم الله گفتن. با پوشیدن و درآوردن لباس بسم الله بگویید، چرا که بسم الله گفتن قبل از هر کاری مستحب است. 2. نیت خوب و پاک. نیتمان از لباس پوشیدن پوشاندن عورت و نشان دادن آثار نعمت الله متعال باشد، نه اینکه لباس را برای خودنمایی و فخر فروشی بپوشید. الله متعال می‌فرماید: یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا ولباس التقوى ذلك خیر ذلك من آیات الله لعلهم یذکرون. ای فرزندان آدم، لباسی برایتان فرو فرستادیم که شرمگاه‌هایتان را می‌پوشاند و نیز لباسی که مایه زینت شماست و لباس تقوا بهتر است. این از نشانه‌های الله است، باشد که پند بگیرند. 3. گفتن دعای لباس پوشیدن. معاذ بن انس رضی الله عنه میگوید: پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمود:
هر کس هنگام لباس پوشیدن بگوید الحمد لله الذي كساني هذا الثوب ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة. همه گناهان گذشته‌اش بخشیده خواهد شد. یعنی همه حمد و ستایش ویژه الله متعال است که این لباس را بر من پوشانده و آن را بدون توان و نیروی خودم به من ارزانی داشت. 4. لباس پوشیدن از سمت راست. یکی دیگر از آداب لباس پوشیدن شروع کردن از سمت راست است. عایشه رضی الله عنها میگوید نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در پوشیدن کفش، شانه کردن موها، وضو گرفتن و همه کارهایش شروع کردن از سمت راست را میپسندید. 5. انتخاب لباس مرتب با پرهیز از اسراف. یکی از مواردی که در پوشیدن لباس باید رعایت شود پرهیز از اسراف و زیاده روی در آن می باشد. یعنی فرد علاوه بر این که باید به زیبایی و ظاهر لباس اهمیت دهد، بایستی میان روی را در انتخاب لباس نیز رعایت نماید و از زیاده روی در استفاده از پارچه و به کار بردن پارچه های گران قیمت خودداری کند. 6. پوشیدن لباس تمیز و پاک. رعایت نظافت در همه امور و همینطور لباس پوشیدن نه تنها برای هر فردی پسندیده است، بلکه برای انسان مسلمان که به صورت روزانه نماز می‌خواند از اولویت ویژه‌ای برخوردار است. 7. پرهیز از پوشیدن لباس بیش از حد بلند برای مردان. لباس مرد نباید زیاد بلند باشد، چرا که بنا به فرموده رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم، الله متعال به سوی کسی که به خاطر غرور لباس بلند می پوشد نمی نگرد و ضابطه اندازه لباس برای مردان این است که از قوزک پا پایین‌تر نرود و از نصف ساق نیز بالاتر نباشد. 8. تکاندن لباس پیش از پوشیدن. یکی از آداب پوشیدن لباس این است که قبل از پوشیدن آن را بتکانیم و از عدم وجود حشره گزنده‌ای در آن مطمئن شویم. 9. پرهیز از پوشیدن لباس ابریشمی برای مردان. در اسلام پوشیدن لباس‌های ابریشمی برای مردان حرام است، لذا باید از پوشیدن آن خودداری نمود. 10. پرهیز از پوشیدن لباس زنانه برای مردان و برعکس. مردان نباید لباس‌های شبیه لباس زنان بپوشند و همینطور برای زنان نیز جایز نیست که لباس‌های مشابه لباس مردان بپوشند. در حدیثی آمده است که رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم مردانی را که خود را به شکل زنان در می آورند و زنانی را که خود را شبیه مردان می سازند نفرین نمود. 11. پرهیز از پوشیدن لباس تنگ و نازک. برای مردان و زنان جایز نیست که لباسهای تنگ، نازک، شفاف و کوتاه بپوشند، بلکه لباس باید کل عورت را بپوشاند و طوری باشد که برجستگی‌های بدن را نمایان نکند. 12. پرهیز از پوشیدن لباس دارای تصویر جانداران. پوشیدن لباسی که دارای تصاویر جاندار و صلیب باشد برای مرد و زن مسلمان حرام است. 13. انتخاب رنگ سفید برای لباس. مستحب است که انسان مسلمان از پارچه سفید برای لباس استفاده نماید. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم می‌فرماید لباس‌های سفید بپوشید، زیرا لباس سفید بهترین لباس‌های شما.